فکر کنم باید پرتش کنم اینجا. نه باید پرتش کنم. بچه الان میتونم اینو بچرخونم. صورتی شد. مجنون داد من. آبی و قرمز بزن اینم ترکیبش چی میشه؟ آبی و قرمز میشه آهنربا. بیاد ببینیم چیه. بچه کوچولوی بود. الان تو آسمون میاد فقط نما کن. او نه یا خدا چرا از اینا شمرز لوزن. الان آدم شدی مثلا. ریخکو بخور. اوه همه چی آهنی داره به خودش یه جذب میکنه. وایسا الان به دردم میخوره. چیز بندازمش این تو اینا میتونه چیز پیدا کنم. چرا نمیتونم تو رو بندازم تو اینا. برات کنم خود میری؟ نه نشو. از این لا میتونم بدم تو. ایسا. نه آها گربه اونجا نشسته. واسه بگم دیگه میتونم چی درست کنم. آهنربا که جواب نداد اونقدر که باید میداد. رنگای دیگه هم نداریم فکر کنم. بچه باید از این یه استفاده بکنیم. این تبدیل میشه به آهنربا. باید بندازم میشه یه جا. فکر کنم بچه ببینیم بذارید اون مجون آهنربا رو بدم به این. کلید. کلید رو به خودش کشیده. آهنربا شده بود. او مای گاد. وای بچه از اینا بذاریم باید چیکار کنم. اینجا فکر کنم یه گل جدیده. گل خنده نکنه گل. او مای گاد بچه اینجا میبینه این پلکانه رو بزنم برش ببندم. میچرخونه میکشه به خودش. اینجا باش بچه نمیدونم اینجا دیگه چرا بود. در میشه بازش کرد. نمیدونم چیه. تا الان که فعلا چرت و پرت بود این اتاقه. یه دونه اینا داره. خب این بالا توسر اردک. او یخچال. من ساندویچ بزنم. مرغ برو تو. برمی. او مرغ برم باش. خب بذارم بچه رو یه خورده یه این آهنربا بهش بدم. بندازمش این تو. بیا آهنربا بزن. بعد بیا اینجا بندازم اینجا. چه این بچه رو آهنربایی کردم فرستادم این تو. اونجا یه کلید بود رفت کلیده رو برداشت تونستم در اینجا رو باز کنم. خب اینا بعد الان اینجا 100% چیزی هست و ما باید دنبالش بگردیم. اوه
اینو بسید نمیفهمیم چی بود. حالا بایستید اینجا چند تا کتاب اصاب و اینجا نردبونه. بریم بالا ببینیم این نردبونه چیزی حالیمون میشه. چیزی که اینجا نبود. نردبونه رو نمیشه مثلا تکون داد بشه برم بالاش. نه نمیشه تکونش داد. مثلا بیاید پایین ببینم چی پیدا میکنیم. خب اینجا چند تا دونه کتابه. اینجا یه کتاب خونه است. بعد دیدیم چی میتونیم بیارم. او ببینید این اومده دیگه اینه. نه بگم 26 او من چطور بیام بالا. اینجا جوهر ریخته. خب چی؟ شم بیا شم نمیتونم بیارمش. ای بابا اوه این یه شکل هاج رویسی توی که داره بینه آب میده. یه همچین شکل اینجا پیدا کردیم. آها بیا تو اینجا. چرا نمیخوری تو این عجیبه چرا نخورد. فاندم بلکت دیگه باید برم پیش گربه. خب من چطور برم پیش گربه. اوه ببین یه دونه دیگه اینا زیر این کتابا رو باید بگرد. یه دکمه اینجاست. چی شد؟ ها اینو خوام بزنم. بیا اینجا برم بیا اینجا. کجا رفت؟ الان فکر کنم بتونم بزنم. 26 بله او نردبون تکون میخوره. چه خوب. باشید برم روش. هر جا بخوام میتونم نگهش دارم. خب میخوام اونجا پیشم گربه نگهش دارم. اینجا برو پایین. آها او مای گاد چیزایی که من پایین پیدا کردمه. باید برم شکلشو حفظ کنم بیام بالا. من 2 تا پیدا کردم که بازم هست. بقیهش کجاه؟ روی این کتاب همه شکلایی داره. ناکن شکلی یه دونه چرخشی از اینا با یه دونه اینا بذارم بالا. یکی هیچ کدوم رو ندیدیم. این بود دایره هم پیدا نکردیم. اینم پیدا کردیم. این دوتا وسطی مونده. خب این دوتا هم واسه اینجا ما پیداشون کنیم. بایستید ببینم. اونجا یک کاغذه. اونجا ببینم. پایین که نبود چیزی. باشید اینجا رو ببینم. تو چی میگی؟ خدای تکنولوژی هم 10 تا انشن 10 تا مایکروفارادی 10 تا تسلا. من خودم خدا کروبات
ای ربات چطوری اینجا؟ فکر کنم کجا باید نگهش داریم؟ اینجا خوب بیا پایین. چرا اینجا تکون میخوره؟ نمیشه رفت بالاش. الان میتونم برم. آها مثلث اینجوری دوتا از این چیزا داره. اوکی مثلث دوتا شکل اون مدلی داشت. خب یه دونه اینجا این ورام باید باشه دیگه. میشه پرت کردم منو. بیا پایین ببینم اینجا چیه. اینجا که چیزی نیست. دیدی خود اونورتر نگهش دارم. گوش میتونم با دکمه حتی کنترلش کنم. همینجا. اوه چقدر دقیق. آها دایره توش مربع. اوکی دایره توش مربع. یکی چی بود؟ یکی هم یه مثلث دوتا خط توش. به اینجا رو با جون بس دکمه رو بزن. بس برم سمت در. برو اینا. خب خب ببینید کدوم ها رو پیدا نکردیم. این مثلثه بود اول که این بود. دایره هم یه دایره که توش مربع. بیا رمز داره دیگه باز شد. بریم ببینیم اینجا چیا داریم. اینا چیه؟ او غذای گربه و یه در چش. اوکی آها بچه اینجا عکاسی. اینم یادم باید از چند جد عکس میگه. ایوان باید تو عکس بگیرم. جیگول خب اینجا میشه عکس رو چی کرد؟ چه عکس رو یا خدا. باید یه دونه اینا فکر کنم برش بذاریم یا نه. فکر کنم جلوش این میرم بسه. الان میتونم عکس بگیرم. آره بفرمایید این یه عکس. فکر کنم برای اینکه رنگی شد بیفته تو این. خب بعد چیکارش کنم؟ بله
پس من فکر نکنم باید این بچه عکس میگرفتیم، باید یه چیزی تو عکس پیدا کنیم. بذار ببینم چی میتونم تو دوربینش پیدا کنم. اوه ببینید این نداره ولی اونجا داشت. یه دونه اهرم فکر کنم باید برای اینجا پیدا کنم. بذارید اهرم الان من کدوم بیارم. اوه این نردبونه هم از چیکون دیگه. ما که اینجا گیر افتادیم. اینجا بچه خودتو بندازم این تو سوز. آها او مای گاد فیلم پروژکتور. بذار یه عکس بگیرم. این یه عکس یا نه بذار از اون دکمه بگیرم. یه عکس باید این دکمه بگیرم و بندازیمش این تو. به خودش میده بالا بر میداریم میزنیم این تو. یعنی چی شد؟ بچه خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدید. من دیگه واقعا نفهمیدم باید چیکار کنیم. اگه شما فهمیدید و میدونید که باید چیکار کنیم توی کامنت ها بنویسید تا قسمت های بعد هم کامنتتون رو نشون میدیم و هم این مرحله رو تموم میکنیم. فعلا تا قسمت های بعدی خداحافظ.